مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان خبر داد که بر اساس درخواستش مقامات تفتیشات روسیه نفر گناهکار در قتل یک زن زاده تاجیکستان دستگیر و محکوم به زندان کردند. 28 آگوست سال 2019 از روسیه جسد شهروند تاجیکستان زاده نویه یووان ولایت ختلان نورمتووا گلبهار جلیلونا سانه تولدش 11 فوریه سال 1974 با علامت‌های مرگ مجبوری آورده شد. مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان میگوید در پی این از جانب این اداره اوید به حالت به مرگ رسانیدن نورمتووا و سببهای آن و به جوابگری جنایتی کشیدن گناهکار به دادستانی کل روسیه درخواست ارسال کرده شد. در نتیجه برای ماندن همکاری معین کرده شد که از روی این حادثه با دسترسی قسم یک ماده 105 کودکس جنایتی فدراسیون روسیه کشتار پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. با گمان صادر کردن این جنایت شهروند بابایاروف بازداشت شده است. در جریان تفتیشات معین کرده شد که بابایاروف در نتیجه مناقشه به وجود آمده دیده دانسته با کارد به شکم نورمتووا 4 ضربه زده است که آخران ضرر جدی به سلامتی برداشته وفات کرده است. گفته می شود در اطلاع دادستانی کل تاجیکستان با حکم صعود شهر میتیش ولایت مسکوا از 18 دکبر سال 2020 بابایاروف در کشتن گلبهار نورمتووا گناهکار دانسته شده به 6 سال کلانی اصلاحی نظامش سخت محکوم شده است. از جانب پروکراتور گنرال جمهوری تاجیکستان هر یک حادثه با علامت‌های مرگ مجبوری شهروندان در خارج تحت نظارت مخصوص گرفته شده. در آینده نیز تمام چاره‌های ضروری برای پیشگیری چنین حادثه‌ها اندیشیده می‌شوند. تاکید کرده است در اطلاعیه‌اش مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان. هر سال بیش از 1 میلیون از اهالی قابل کار تاجیکستان برای تأمین روزگار عائله‌های خود به روسیه به مردکاری می‌روند. هر سال در روسیه حدود 1000 نفر از شهروندان تاجیکستان با علت‌های مختلف وفات می‌کنند.